سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسم من طاها. امروز اومدیم با پارت 5 تراریا. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. حرف دیگه نمیمونه، بزن بریم برای ادامه ویدیو. شعر خون شعر محلی باریکالله، هم شعری و هم دیاتی باریکالله. امروز اومدیم چیکار کنیم؟ امروز اومدم باس کینگ اسلام که توی ویدیو قبلی یه توضیحاتی در موردش دادم، یعنی آموزش ساختنش رو کجا بسازیم و چطوری و از این صحبت ها بهتون یاد دادم. گفتم که بعد برید آیتماش رو پیدا کنید و با آیتماش برید داخل کجا؟ داخل مپی که یا بنفشه یا قرمز داخل مپتون وجود داره. تو اونجا باید آیتماش رو قرار بدید و با کرافتی تیبل مخصوصش درست کنید به راحتی. الان داخل این ویدیو ما باید یه دونه آرنا بسازیم، یعنی یه دونه محدوده‌ای که بتونیم راحت با این باس فایت بدیم. ولی همونجا که باس خیلی آسونیه دیگه نیازی به همچین موضوعی نداریم و همین الان به همین راحتی اسپانش کردیم. چیزی که مثلا جا خالی میده. ته درنگی ما همینی که پوشن میخوریم مثلا تموم، یعنی نمیمرد که. وای آیتمایی که به دست آوردیم میدونه آبپاشه که اصلا یه دونم ستشه بکنم ست ما به دردمون نه ستش بهتر. یه دونه شبا لباسش هم میده ولی الان ندادش بهمون. آیتمایی که میده اینی که یه دونه یا آیتمای مهمی بهمون میده ولی الان به ما آیتم خاصی ندادش. با این آیتم هم میتونیم بلوک اسلامی بزنیم اگه اسلامی داشته باشیم به داخل ایونتوریمون میتونیم بزنیم. خب دوستان این بود از باس اسلامی که خیلی راحت بود. الان ما دارم همینجوری میزدم بدون اینکه بگم. الان ما میخوایم هتلمون رو کامل کنیم بدون هیچ البته من میتونم هتلمو قشنگ خیلی تزیینی بسازم، داخلش تخت بسازم، ولی چون که هتل دیگه نیاز به اون دردسرا نیست، نیاز به اون کارا نیست، راحت میشه بدون مثلا
تزیین کردن ساخت، وگرنه خیلی راحته. شما بدون دردسر میتونید یه تخت بسازید، قشنگ تزیین کنید، مختلف کنید. شما میتونید با یه دونه از ساختن از اینها خونه رو به راحتی زیباتر کنید، ولی بهتر نیست. قشنگ میتونید ببینید چه زیبا میشه خونه. دیگه تزیینیاش به خودتون بستگی داره، میتونید اینجوری هم تزیین کنید، میتونید بگذاشتید یه دونه از اینا ولی بهترش کنید. دیگه من نیاز نمیبینم که این هتل رو ادامه بدم. فقط بعد قسمت های پایین رو یکم تکمیلش کرد برای مهمونی ها یه موقع تزیینش بهتر باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه اگر سوالی چیزی دارید داخل کامنت میتونید راحت از من بپرسید. دیگه لایک و کامنت یادتون نره، حتما برای من کامنت بذارید، قبلش ویدیو رو تا آخر ببینید تا از من یه حمایتی کرده باشید و بتونم من پیشرفت بکنم. تا ویدیو بعدی، بدرود.